قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد 6 پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیقا ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده، از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر، یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه.
منهاج السنة النبوية جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دین الاسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه‌ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیاده‌روی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیاده‌روی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام میدهند که بخشیده می شود، و برخی دیگر لغزش هایی دارند که امید از خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می شود، و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز، آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه و وعیدیه و مرجئه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته، و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می‌کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید: من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد
وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن.